فصل ششم. حکایت آموزش تمرکز بر هدف. خب، آزادانه میتوانی هر سالی که از خاطرت میگذرد از من بپرسی. پاسخ به آنها برایم دلپذیر است. چندی نخواهد گذشت که قادر به این کار نخواهی بود. زمانی که با هم میگذرانیم محدود است، پس وقت را با بحث‌های بیهوده تلف مکن. این هم قلم. آیا آن صفحه کاغذ را به همراه داری؟ اینجاست. آیا به راستی می‌خواهی دولتمند شوی؟ قطعاً میخواهم. بسیار خوب. پولی را که می‌خواهی و اینکه چقدر به خودت فرصت می‌دهی تا آن را به دست آوری بنویس. آیا گمان میکنید با نوشتن ارقام بر کاغذ پول از آسمان بر سرم خواهد بارید؟ دولتمند گفت: بله، به تو هشدار دادم که این راز ساده خواهد بود. همه دولتمندانی که شناختم به من گفتند به محض اینکه رقمی را نوشتند و مهلتی برای کسب آن تعیین کردند دولتمند شدند. اگر ندانی به کجا می روی احتمالاً به هیچ جا نخواهی رسید. به نظر سحر و جادو می نماید. اما همین است که هست. جادوی هدف کمیت یافته. بیا از زاویه دیگر به مسئله بنگریم. مجسم کن میکوشی شغلی پیدا کنی. همه گام‌های لازم را پشت سر گذاشته و سرانجام به مصاحبه دعوت شده. چندی نمی‌گذرد که به تو گفته می‌شود جداً انتخاب شدی. آنگاه می‌فهمی که شغل را به دست آوردی و صاحب پول فراوانی خواهی شد. چه واکنشی خواهی داشت؟ برای آغاز بسیار خرسند خواهی بود. انتخاب شدن میان 10 نفر و شاید 100 نفر کاندیدا. عجب شاهکاری است. مثلا چون 3 ماه است بیکاری گمان میکنی چه بیکاری خوشیومنی. اما همین که وجد آغازین تو به پایان میرسد واکنش بعدی تو چه خواهد بود؟ خب، میخواهم بدانم کار از کی آغاز میشود و مفهوم دقیق پول فراوان چیست؟ چون مفهومی نسبی است. میکوشم میزان دقیق حقوقم و سایر مزایای شغلیم را دریابم. بسیار خوب. مثلا چنانچه از رئیس جدیدت بپرسی منظورش از پول فراوان چیست، راضی نخواهی شد اگر تنها چیزی که او میگوید این باشد که پول فراوان به دست خواهی آورد. راضی خواهی شد؟ حالا از این هم بدتر، شاید فکرهای دیگری هم درباره صداقت او به ذهنت خطور کند. این واقعیت که او نپذیرفته رقم معینی را بر زبان آورد احتمالاً به این معناست که کاسه‌ای زیر نیم کاسه است و چه بسا حقوقت آنقدرها هم سخاوتمندانه نباشد. اگر او نپذیرد که تاریخ دقیق آغاز کارت را به تو گوید واقعاً مشکوک خواهی شد. آیا چنین نیست؟ پس میکوشی او را به حرف آوری. جوان موافقت کرد. تصور میکنم همینطور باشد. حالا اگر هر قدر اصرار کنی و نتوانی از جزئیات دلخواهت سر در بیاوری شاید برخیزی و به دنبال پیدا کردن کار به جای دیگری بروی. در واقع کاملا هم حق خواهی داشت که چنین کاری را انجام دهی. حق با شماست. پیشنهاد کاملا نامعلوم و نامشخصی است. دولتمند خرسند شد. لحظه‌ای مکث کرد. هنوز لبخندی حاکی از سر به سر گذاشتن ولی با خوشنیتی بر لبهایش نشسته بود. پس وقتی ثروتی را در نظر میگیری باید مقدار و مهلت به دست آوردن آن را نیز تعیین کنی. ولی مردم معمولاً چه میکنند؟ حتی طالبان پول و طالبان پول فراوان همین اشتباه را میکنند. مقدار دقیق و مهلت اکتساب آن را تعیین نمی کنند. اگر میخواهی مجاب شوی از عده‌ای بپرس که میخواهند سال آینده چقدر پول به دست آورند. از آنها بخواه که فوراً پاسخ دهند.
اگر آن شخص در راه کامیابی باشد، اگر واقعاً بداند به کجا می رود و اگر اهمیت ندهد که رازش را با تو در میان نهد، خواهد توانست بیدرنگ پاسخ گوید. حالا بیا تو را بیازماییم. به من گفتی که میخواهی دولتمند شوی. قطعاً. به من بگو سال آینده چقدر میخواهی به دست آوری؟ جوان دید نمیتواند به او پاسخ دهد. در دنبال کردن استدلال پیرمرد نیز هیچ اشکالی وجود نداشت. در واقع صمیمانه با آن موافق بود. با این حال باید اقرار میکرد که به گروه بسیار بزرگی از مردم تعلق دارد که میخواهند دولتمند شوند، اما نمیدانند چقدر میخواهند به دست آورند. بنابراین شرمسار شد. ناگزیر اقرار کرد: نمیدانم. گمان میکنم متوجه یکی از اشتباهاتم، شاید هم اساسی ترین اشتباه خود شده باشم. این خطای جدی است. باید آن را اصلاح کنیم. بیا و رقمی را که در ذهن داری بنویس. جوان زیر لب گفت: واقعا هیچ چیز به نظرم نمیرسد. بسیار آسان است. رقمی را که دوست داری سال آینده آن را به دست آوری بنویس. میدانم چه کنم. چند دقیقه به تو فرصت میدهم تا درباره آن خوب فکر کنی. وقتی فرصت تمام شد باید رقم را بنویسی. مهلت آن را نیز قبلا تعیین کرده ایم. 1 سال از امروز. پس تنها چیزی که باید درباره اش فکر کنی مقدار آن است. شروع کن. زمان از دست می رود. وقتی این را گفت، لیوان طلایی ساعتی روی میز را برداشت و آن را برگرداند. جوان به سرعت احساس جدی بودن کرد و دریافت که باید نخستین بار در عمرش با چنین شدتی تمرکز کند. همه ارقام و اعداد به شیوهی کنترل ناشدنی از خاطرش گذشت. زمان به سرعت سپری می شد. وقتی آخرین دانه شن افتاد، هنوز رقمی مشخص را تعیین نکرده بود. دولتمند چشم از لیوان ساعتی بر نداشته بود. گفت: بسیار خوب. چه رقمی در ذهن داری؟ جوان سرانجام بزرگترین رقمی را که می توانست تصور کند به ذهن آورد و آهسته ارقام را نوشت. دولتمند فریاد زد: 50,000 دلار؟ این که بسیار کم است. اگرچه آغاز کار است. ترجیح می دادم بنویسی 500,000 دلار. کار زیادی داریم تا تو دولتمند آنی شوی، اما خواهی دید که آنقدرها که مردم میپندارند خسته کننده نخواهد بود و با هر شغلی که انتخاب کنی مهمترین کاری خواهد بود که در زندگی به انجام خواهی رساند. نامش کار کردن با خویشتن است.